سلام دوستان، امیدوارم هر جای دنیا که هستید حال دل شما خوب باشد. در قسمت قبل شنیدیم که شهریار و شاه زمان متوجه خیانت خانواده خود شدند و دل از دنیا شستند و قصد سفر و اینک ادامه داستان. شهریار و شاه زمان بی آنکه کسی متوجه شود در تاریکی شب از قصر بیرون آمدند و بدون هدف معین و مقصد مشخصی راه بیابان را در پیش گرفتند. چند روزی در بیابان راه رفتند تا به ساحل دریای عمان رسیدند. در آنجا درخت تناور و سرسبزی دیدند که چشمه آبی زلال در پای آن جاری بود. دو برادر آزرده خاطر و خسته پای آن چشمه نشستند تا دمی بیاسایند و آبی بیاشامند. هنوز جرعه‌ای آب به لب نبرده بودند که دیدند در دوردست غباری به هوا برخاسته و غرشی سهمگین زمین و زمان را به لرزه انداخته. ترس سراپای وجودشان را فرا گرفت. برای پنهان ماندن از نظر به بالای همان درخت رفتند و خود را لابلای شاخ و برگ درخت پنهان نمودند. در این هنگام دیدند که غولی بی شاخ و دم و بد قواره به پای چشمه رسید، در حالی که صندوق بزرگی را روی سر خود حمل می کرد. هیولا صندوق را از روی سر بر زمین گذاشت و در آن را باز کرد که پریوشی آدمی پیکر و دختری آفت دل و رشک هنر از درون صندوق بیرون آمد. و اما قصه آن دختر زیبارو از این قرار بوده است که غول بیشاخ و دم از مدتهای قبل شیفته آن دختر زیبا شده و دل به مهر او سپرده بود. همیشه هم در پی یافتن فرصتی برای ربودن دختر بود تا اینکه در شب عروسی دختر وی را ربود و همراه خود برد. زمانی که غول بیشاخ و دم در کنار چشمه و زیر درختی که شاه زمان و شهریار بالای آن پنهان شده بودند رسید، صندوق را از بالای سر پایین آورد و بر زمین گذاشت و در آن را گشود و آن پری چهره را از داخل صندوق بیرون آورد. غول به آن زن زیبا گفت: در طول راه صندوق تو را روی سر گرفته آمدم. حال خسته ام و دلم میخواهد بخوابم. تو مثل همیشه بالای سرم بنشین و مراقب اطراف باش و هرگاه خطری پیش آمد آنگونه که میدانی مرا بیدار کن. غول با گفتن این حرف سرش را روی زمین گذاشت و چشمان خود را بست و صدای خرناسه اش به آسمان رفت. پس از چند دقیقه که خواب عفریت سنگین شد، دخترک از جیب بزرگ خرجین مانند جامعه خود ریسمانی درآورد که در آن ریسمان حلقه های بسیاری آویخته شده بود و دخترک همچون عابدی که دانه تسبیح بشمارد با صدای بلند شروع به شمارش آن انگشترها کرد و با صدای بلند از 1 شمرد و به 10 و 20 و 50 و 70 و 100 رسید و بالاخره تا رقم 570 رسید. آنگاه با صدای بلند گفت: امیدوارم در این یک شبانه روزی که این جادوگر بیشاخ و دم خواب است مردی از راه برسد و انگشتری 571 را هم از او بگیرم. ملک زادگان بالای درخت پنهان شده بودند. وقتی دختر را دیدند که با صدای بلند دانه های انگشتر را می شمارد و با خود حرف می زند، از بالای درخت پایین آمدند و در مقابل آن زن زیبا ایستادند. زن بدون آن که از مشاهده آن دو برادر ترسی احساس کند با صدای بلند گفت: چقدر خوب! امروز تعداد انگشتری های من 572 عدد خواهد شد. و سپس از آن دو برادر دعوت کرد تا در کنار او بنشینند. آنگاه زن گفت: خیالتان راحت باشد که این دیو تا فردا همین وقت از خواب بر نخواهد خاست، مگر به نوعی که فقط من میدانم و خودش یادم داده. البته آن هم در مواقع خطرناک که عفریت‌ها و غول‌های بیشاخ و دمتری پیدا شوند، نه الان که 2 شاهزاده مثل شما آمده اند. وقتی دو برادر نگاه نفرت انگیز زن زیباروی را به غول دیدند، از زن پرسیدند: حالا که میگویی این غول تا فردا صبح از خواب بیدار نمی شود، پس چرا نمی گریزی؟ زن زیبا سرش را با تأسف تکان داد و گفت:
این غول واقعا افریت است. او مرا جادو کرده و طلسم مرا در کنار شیشه عمر خود در جایی پنهان کرده که نمیدانم کجاست. اولا هیچ ضربه‌ای بر تن او کارگر نیست. حتی اگر شمشیر هم بر فرق سرش وارد کنی صدمه‌ای نمی‌بیند، مگر این که از خواب بیدار می شود و آن وقت است که دمار از روزگار کسی که به او ضربه زده در می آورد. در ثانی چون مرا جادو کرده و طلسم شده او هستم، اگر بیدار شود و مرا نبیند، نفیرکشان و پرواز کنان حتی تا آن سوی دنیا هم به دنبال من می آید و مرا می یابد و سخت به بند می کشد و بیرحمانه تر عذاب می دهد. من در روزهای اول اسارتم به دست این افریت به قصد فرار از چنگ او دست به چنین کاری زدم، ولی متاسفانه سخت تر گرفتار شدم. باید بدانید من تا آخر عمر محکوم به این سوختن و ساختنم. زن زیبارو که ریسمان پر از انگشتری ها را در دست داشت، وقتی آن دو برادر را در مقابل خود دید و فهمید که آنها مشتاق به شنیدن داستان او و قصه افریت هستند، گفت: من دختر مغرور سرداری سفاک بودم. خواستگاران بیشماری داشتم که افرادی صاحب لیاقت بودند، اما من در بازی دادن آنها احساسی لذت می کردم. کار بسیاری از عاشقان و دلدادگان من سرانجام به جنون و آوارگی و خودکشی رسید، از جمله پسری پاک نهاد که تنها فرزند یک زن شوهر از دست داده بود. و چون آن پسر نیز کارش به خودکشی رسید، مادر دلسوختش نفرینم کرد و گفت: امیدوارم افریتی سر راه تو قرار گیرد. تو را برو باید که روزی 100 بار بمیری و زنده شوی. از قضای روزگار غول بیشاخ و دم که همین افریت به خواب رفته است عاشق من شد و من که از پیدا شدن این غول خیلی ترسیده بودم و نفرین آن مادر بیچاره را در مورد خودم اجابت شده می دیدم، به اولین خواستگاری که بعد از این غول از راه رسید جواب مساعد دادم که در شب عروسیم در یک لحظه غفلت همراهانم در راه مشاط خانه این غول مرا دزدید و جادویم کرد و به عقد خود درآورد و طلسم مرا در کنار شیشه عمر خودش در داخل غاری در دل کوهی قرار داد که من هرگز نتوانستم نشانی آنجا را بیابم، اما خودش گاهی پرواز کنان و نفیر کشان به آنجا می رود و باز می گردد. اکنون 5مین سالی است که من اسیر دست این افریت سیه دل هستم، هرچند میدانم به خاطر آن دلشکستنها و نابودی و مرگ آن جوانان که عاشق من بودند به چنین عقوبتی دچار شدم و تا آخر عمر هم باید اسیر این افریت سیهکار و همچنین این اهریمن بدقلب باشم، اما برای تلافی در صدد گرفتن انتقام از او هم هستم. 2 برادر با تعجب پرسیدند: ممکن است بگویی چگونه داری از این غول بیشاخ و دم که تو را اسیر و گرفتار کرده انتقام میگیری؟ زن زیباروی بدسیرت جواب داد: این غول بیشاخ و دم خواب بسیار سنگینی دارد. وقتی به خواب می رود تا فردا همان وقت از خواب بیدار نمی شود، مگر این که من شاخه خشکیده ای را داخل گوش چپش نمایم. در آن صورت هراسان از خواب می پرد. من برای گرفتن انتقام از این غول بیشاخ و دم وقتی که او به خواب می رود که معمولاً هر 3-4 روز یک بار است، با مردان بیگانه که در ساعات خواب افریت سر راه هم قرار می گیرند معاشرت و همنشینی می کنم. این مردان هر که می خواهند باشند. در پایان معاشرت و نشست با آنها یک انگشتری از ایشان به یادگار می گیرم، همانطور که دیدید انگشتری های ستانده به ریسمان کردم. 570 عدد است که امیدوارم امروز 572 عدد شود. خب دوستان، داستان به اینجا رسید، وقت هم به پایان رسید و امیدوارم که از شنیدن این قصه لذت برده باشید. برای شنیدن ادامه داستان با ما همراه باشید. ما را لایک و سابسکرایب نمایید و زنگوله را بزنید. تا قسمت بعدی داستان همه شما را به خداوند منان می سپارم. بدرود تا درودی دیگر.